بسم الله الرحمن الرحیم. من مریم حسینی و دوستانم به نمایندگی از لیسه عالی سلام 29مین سال روزی شهادت رهبر شهید استاد عبدالعلی مزاری یاران و همراهانشان را و شما و تمام پیروان و پرچمداران مکتب مزاری رحمت الله علیه تسلیت عرض کرده و به همین مناسبت شعری از استاد محمد عزیزی را همکاری استاد مهدی آزاد و شما تقدیم می نماییم. عنوان ترانه ما 29 سال بدون مزاری است. زمستان رفت و گل، زمستان رفت و گل های بهاری شکوفا گشته از خون مزاری، شکوفا گشته از خون مزاری. هزاران ناله ایستاده چون شمع شده روشن به قلب داغ و داری، شده ماشاءالله.